Ben yaşarım günüm dünden ziyade. Kalbim virane, aşk fevkalade. چی بود؟ دوبله شده گرد بود؟ نه بابا، گرد کدومه؟ وسط شهریم. کدوم شهر خنگ خدا؟ وسط جنگلیم. آره تو جنگلیم، ولی نه حتما چیزه، حتما زوزه سگه. نترس خانمی، نگران نباش، شوهرت پیشته. چه شوهری بابا؟ شوهر علکی؟ چی کار میکنی تو؟ فرصت طلب، به هر بهونه‌ای میچسبی بهم، هی بغل مغل ای میکنی. بابا خوبی هم بهت نیومده. برو بابا، من به حفاظت تو احتیاجی ندارم. ای وای. آها اونجوری گیر میکنی، ولی خدایا چوبت صدا نداره، نمیفهمه واسه چیه. بی جای حرف زدن کمکم کن، بکش بیرون. بکش. چند کیلویی؟ 65ی؟ من 65 کیلوه، من 55 کیلوه. ای خدایا خودت بهم صبر بده. فاطمه تو عمرت تو برف را نرفتی؟ نه چیزه. خب هنوز کار میکنه. اون روش از ما بیشتره. این برا میگه. وای باز گیر کردم. این دیگه چه برفیه؟ در نمیاد. یواش. این دیگه چیه؟ همینجوری اینجا بمونی. بیا نجاتمون بدن. فکر نکنم وضع اونا از ما بدتر باشه. به خانواده مایه‌دارت بگو بیان ما رو از اینجا ببرن. شما هلیکوپتری چیزی ندارین؟ این مایه‌داری به چه دردی میخوره؟ پارسال بابا فروختش. خبری هنوز نشده؟ نه بابا چه خبری، مگه میان بیرون؟ خونن؟ آره. اومدن. دوستان ببینین اینجا ملک شخصیه، خواهش میکنم مزاحم نشین، بی سر و صدا از اینجا برید. سکه مقدس خانم واقعیت داره؟ به پلیس خبر دادن سلین خانم با میل خودش فرار کرده. چون سلین خانم حامله بوده فرار کرده، درسته؟ دیگه چه خبرتونه؟ اینا رو از کجا در میارین؟ مریضین یا خبرنگار؟ یعنی چی؟ شما دارین به ما توهین میکنین. کسی حرفی با شما نداره. برین پی کارتون آقا جون. چطور وقتی تو زندگی مردم دخالت میکنین؟ خوبه. بریم ببینم. درست نیست. برو آقا. برین از اینجا ببینم. بچه‌ها اونجا رو نگاه کنین، ارم خانم اومدن. آها این ارم خانم. خودشه. ارم خانم شما هنوز با شکرچی زاده ها در ارتباطین؟ البته که آره، من هنوز دختر این خانواده به حساب میام. ارم خانم جلسه مطبوعاتی کی برگزار میشه؟ دوستان ببینین، خانواده‌مون از این شرایط خیلی تحت فشارن. کسی یا کسایی که سلینو دزدیدن بدونن که تاوان کارشون خیلی سنگینه. با تمام وجود برای سلین ناراحتم و اگه صدامو میشنوه میخوام از اینجا بهش بگم که سلین جون خیلی دوستت داریم. کل خانواده‌تون اون ارم نیست؟ آره نگاه کنین ارمه. سلین فراموش نکن تو یه شکرچیزاده هستی، راه تو راه همه ماست. خواهش میکنم بیشتر از این مزاحمه این خانواده نشین. لازم باشه جلسه مطبوعاتی برگزار میشه. ارم خانم فقط چند دقیقه تمومش کنین. برین خواهش میکنم. برین. اون دختر با خبرنگارا چی کار داره؟ آبرومون رفت. دیدین چی شد؟ الانم ارمو گیر انداختن. من زن به این بزرگی دم در این خونه انقدر تا الان خبرنگار ندیده بودم. همش تقصیر اون دختر زینب بی شخصیته. شایدم.
البته که اونه مادر جون، وگرنه ما کی با همچین چیزایی سر و کار داشتیم. سلین از دیروز صبح گم شده، ولی خدا میدونه چرا بعد از اومدن ارم مطبوعات خبر داشت. ببینین ارم همچین کاری نمیکنه. من از بچگیش میشناسمش. موندم چرا نمیتونین به ارم اعتماد کنین؟ وضعیت الانمونم که میبینین. فردا تیتر درشت صفحه اول همه روزنامه ها خانواده ماست. سلین صحیح و سالم پیدا شه، همه اینا فراموش میشه. از دست تو فاته. این ارم دستگل رو ول کن، برو با اون ازدواج کن. ارمو خیلی ناراحت کردیم. شایدم همه اینا تقاص شکستن دل ارمه. ارم جون، قربونت برم. میبینی به چه روزی افتادیم؟ عزیز دلم، به خاطر ما تو هم تو این شرایط بد افتادی. این چه حرفیه خاله مقدس؟ تو همچین روزای سختی همه باید هر کاری میتونن بکنن. ما یه خانواده ایم. در اصل تو بی خودی زحمت میکشی تا اینجا میای. ما مشکلمون خودمون حل میکنیم. مادر جون، خواهش میکنم. ارم دوست روزای سختمونه. مهمون داریم مقدس خانم، بیرون منتظرتونن. خیلی خوب، برو بیرون. کی اومده مقدس؟ چه فکرایی تو سرته؟ فکر نجات دخترم هستم. تا من قدمی بر ندارم این کار حل نمیشه. وضعیتو خرابتر از این نکن مقدس. فاتحینا دارن رد سلینو پیدا میکنن. اون دختر پسرمو سر میدونه. به هیچ کدوم اعتماد ندارم. مشکلمو خودم حل میکنم. سلین! اورهان! سلین! اورهان! سلین! اورهان! سلین! چیه؟ گرگه؟ فکر کردم یه صدا اومد. سلین! همین دورو برا سما گوشی. عالی شد. چی شده ها؟ آنتن نمیده. خدایا همینمون کم بود. چی کار کنیم؟ بلندی، بلندتر اینجا. بیا. بلندی چی شد؟ دختر باباشو دیگه. انقدر منو بلند کن. زینا سب کن. زنگ بزن به 911 FBI هلیکوپتر. سلین! چه 911 مشنگ؟ تو ترکیه این؟ باز گیر کردم. باید بریم بلندی. بیا دیگه فاتح. ای دستتو کجا میذاری آشغال؟ باستم کمکت کنم دیوانه زنجیری. بله تماشاچیان عزیز، انتظار سخت خانواده شکرچیزاده ادامه داره. سکوت مرگبار توی خونه حاکمه. هم توضیحی از طرف خانواده به ما داده نشده و هم با خشونت با خبرنگاران برخورد کردن. این برخوردشون نشون میده که سلین شکرچیزاده به میل خودش از خونه فرار کرده. اوی داداش، هم زندگی اورهانمو خراب کرده، هم آبروی یه دختر جوون آوردی. خدا ذلیل. مامان ببین عکس داداشو تو شهر پخش کردن. گوش فتوکپیشه مگه نه؟ همچین فتوکپی تو رم بگیرم، همچین که با اصلش قاطیشه. بی تربیت. اعتراف کن شبیه تر از این بهش پیدا نمیشه. پیش ای قربونت برم خدا، هرچی دیوونه است ریخته این دوره بر من. خودت به من عاقل صبر بده. چی شده آبجی؟ چشمت میپره. طرف اونهاش. دیدم آبجی، ولی اونجا که چند تا مرده. حتما باید از ماشین پیاده شم. ببین دیگه اونهاش. راستش دقیقا نفهمیدم کدومو داری میگی آبجی. تو دیگه چقدر مشنگی.
میخوای صداش کنم دعوتمون کنه تو کشتیش بی عقل؟ آبجی تو هم حرفی میزنی ها. پس چجوری قرار بگیریمش؟ خوبه که اینو میدونی. خب اون از چپ چهارمی آبجی؟ چه عجب. 100 بار گفتم پیرمرده دیگه. حل آبجی خیالت سخت. میگیرمش دختشو میام. وای اگه باهوشترینتون تویی، وای به حال بقیه‌تون. چی فرمودی؟ نشنفتم. هیچی بابا، تو برو به کارت برس. پاشو. شما آبجی رو ببری، اینجا نمونه. راه بده به سر. شالیتون با روغن گیاهی در طعم‌های مختلف. شالیتون طعم واقعی تون. رویای خود را با ما دکور کنید. روکاسرام. بعدش گفتم یا خدا. خفه. به حد کافی وراجی گریبن کشتی رو تمیز کنین. چشم آقا. خب شکر کی میخواییم بازی رو تموم کنیم؟ فقط یه عملیات مونده. اونم تموم شه دختره رو میارم. اصلا چجور عملیاتی؟ ولش کن، تموم شد میفهمی. ببین به زور به جایی نمیرسی شکر. از خن شیطون بیا پایین. جوونن گناه دارن. من به زور کاری نمی کنم. همه چی با رسم و رسوم خودش پیش میره. نگران نباش. باشه خودت بدونی. خب نمیرین ماهیگیری؟ نه، تا کاری که شروع کردم تموم نشده هیچ جا نمیرم. آقا باز کی تو سرته؟ از جون بچه چی بخواد؟ تو نگران نباش، به هم اعتماد کن. باشه همه چی مثل آب خوردن حل میشه، میره به کارش. امشب همه خوش و خرم میگیرن میخوابن. یه نگاه به سردخونه بندازم. چقدر سنگینه بابا. چقدر سنگینه. الو بابا، یارو رو گرفتیم ولی یکم زیادی زدیمش. یارو بیهوشه. چی؟ نگو طرفو کشتین عرب. نه بابا جون، کدوم کشتن؟ یارو نمرده که پسر. به نظر من که زنده است. ببین نبضش میزنه یا نه؟ به نظر من که میزنه. به نظر تو میزنه مشنگ؟ الو. نه بابا جون، یارو نمرده، زنده است. مطمئن باش زنده است، نترس. مگه بهت نگفتم به من بابا جون نگو؟ باشه بابا جون، باشه بابا. اومدیم پاتوق خودمون. همونجا منتظر باشین. مسابقه تموم شه میام پیشتون. قهوه میذارم، میخوای؟ البته اینطوری اصلا نمیچسبه. ببین به خاطر این ازت معذرت میخوام، ولی بهت اعتماد ندارم. ببین اورهان، اول تو به خاطر دیروز خیلی شرمندم. نمیدونستم قصد بدی تو سرت نیست. امروز از کجا میدونی؟ چون به هم دست درازی نکردی. صبحونه حاضر کردی، الانم میپرسی قهوه میخورم یا نه. خدا رو شکر، خوشحالم حداقل اینو فهمیدی. قبول، قصد بدی نداری، اما تا وقتی منو اینجا نگه میداری وضعیتتو بدتر میکنی. میفهمم چی میگی، درسته، ولی یکم درکم کن سلین. نمیتونستم تو روی دایم وایسم، مجبور بودم قبول کنم. اگه خانوادم ازت شکایت کنن میافتی زندان. ببین وقتی دایم بیاد باش حرف میزنم.
هر کاری بتونم میکنم که بذاره بری خونتون. قول میدم. بهم اعتماد داری؟ باشه. از پاتو بیا. ببخشید. ببخشید. دست و پامو باز میکنی؟ آره. یکم قبل توافق کردیم. تو فرار نمی کنی؟ منم هر کاری بتونم برات انجام میدم. دوبله پاتو شده دراز کن. استودیو جم. خیلی خوب. شاید یکم اذیت چی. ببخشید. کمک میخوای؟ پس قهوه میزنم. تو مجبورم کردی این کارو بکنم شوکت خان. زندگی همینه دیگه. یه روز افسار همه چی دست توه، یه روزم طناب زندگی گره میخوره میفته دور گردنت. طناب میخوای آبجی؟ نه داداش، طناب نمیخواد. انگار میخواد سرشو بزنی. بیشورای کودن، صورتشو باز کنین. میخوام تو صورتش توف کنم. پس بنداز. این دیگه کیه؟ این کیه؟ یکی دیگه رو گرفتین کودنا. خاک بر سرتون کنم. اونی که میخواستم کجاست؟ اینجا. یعنی چی؟ مقدس گل گلاب، زندگی همینه دیگه. یه روز افسار همه چی دست توه، یه روز طناب زندگی افتاده رو نمیدونم کجا. یعنی چی؟ آقا جمال مقدس، تو واسه انتقام از من تو کل مملکت از همه جا همشری خودمو پیدا کردی. شما همتون کارادنزی هستین. واقعا که هیچ شبیه هم نیستین. من نون و نمک شوکت خانه خوردم. نون و نمک کوفتت بشه، خفه شی تو گلوت گیر کنه. روبراییتم. چه روبرایی آقا؟ کم مونده بود منو بکشن. نکردی از قبل بهمون یه خبری بدی اقلا. جمال، اینو سوار ماشین کنیم. چی کار میکنین؟ ولم کنین. منو کجا میبرین؟ منو کجا دارین میبرین؟ ولم کنین. دریا، ته دریا. بندازینش. خدا خفتون کنه. خدا جوابتونو بده. خودتو شک کن، ته ننداختم. هرچی باشه فامیلیم دیگه. خودم میکشمتون. آشغالای عوضی. از دریا درش بیاریم. فهمی؟ امروز با فاتح حرف نزدی؟ نه مادر، از صبح دنبال سلین میگردم. این بچه ها کجا غیبشون زده؟ مقدس جواب تلفنشون نمیده. اون کجا رفته؟ کالباس و سوسیس همیشه کالیس. از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
با تبلیغات کارا و خدمات خود در شبکه‌های جم الماس خود را نمایان کنید. مقدس اونو بدش به من، بدش به من. مقدس تو چت شده؟ افتادم تو دریا، یعنی انداختنم. شوکت دره. چرا وایسادی؟ برو پیش زنت دیگه. مقدس دنبالم نیا. هوا تاریک شده. دارم میبینم، کور نیستم که. چی کار کنیم؟ نمیدونم، احتمالا میمیریم. اینجا میمیریم. تومه گرگ و شیر میشیم. به بدترین احتمال فکر نکن، شاید هم از سرما یخ بزنیم. من یه بچه دارم. مراقب پسرم باشی. خب چرت و پرت نگو. آی فاتح، من نمیتونم. تو برو فرار کن، خودتو نجات بده فاتح. منو اینجا ول کن. برو. بیا فاتح، کجا داری میری؟ شوخی کردم. فاتح نرو، منو تنها نذار. نامرد، همه تون لنگه همین. تا تو درد سر میافتین در میری. حالا میگفت میتونی بهم اعتماد کنی. بزن تو هم یه لگد بزن، برو بزن دیگه. از سرما بی‌حس شدم. چی شد؟ چیه؟ حرفا بهت برخورد؟ حالا بغلم میکنه. زینب چیه؟ ساکت شو و ببین. زنده میمونی. نجاتت بدم. صد درصد 75. 75 چیه؟ 55 هم دروغم چیه بابا؟ آی پام بی‌حس شده. تو رو خدا منو ببر خونه، خواهش میکنم. زود باش، کم مونده. پاشو یکم مونده. آی پام بی‌حس شده. کمرم شکست. فاتح بهت میگم پام بی‌حس شده. بیا دستمو بگیر. بگیر. آماده؟ 1 2 3. یه دونه. تو میتونی. بریم فاتح. نه نداری. ایول قهرمان. یکم گرم شدی؟ آره. آفرین. برو، چیزی نمونده. تحمل کن. ببین 10-15 قدم بیشتر نمونده. نگران نباش، نمیذارم بیفتی. باور کن خیلی کم مونده. طاقت بیار، تو رو خدا طاقت بیار. یکم دیگه. یواشتر. هرچی میخوای بگو من بیارم. میرم دستشویی. حالا اینجا مال کی هست؟ بیخیال. چی کار داری مالکیه؟ بریم تو. یخ زدم. این کارو بکنیم. چی کار میکنی؟ میبرم دستشویی دیگه.
نه بابا خودم میتونم برم. نمیتونی، پات اذیت. صبر کن ببرم. وای صبر کن خودم میبرم تا دم در، همه جا لیزه باشه. اوش دست به خواهرم نزن. آیستا ببینم. آی ماته orhan بسته. داداش ولش کن. بسته دیگه. میگم بسته دیگه. بس کنین. خونه کنار. شما دوتا مرض دارین هر بار میافتین به جون هم دیگه. خسته نشدین؟ تو نبودی میگفتی آدم ها باید به زبون خوش حرفشون رو بفهمونن؟ حرف بزنیم ببینیم هر کی چه مرگشه. بله به نظر منم حرف بزنیم. بله. مردم. وای این چه جور زمین گذاشتنیه؟ بخاری یخ زدم. میکشم برو کنار. بلش کن. سرت کنم. بلش کن دیگه. ای بابا آروم باشین. با زبون خوش دعوا نکنین. مگه داییو نمیشناسی آبجی؟ وقتی یه چیز میخواد مگه میتونی بهش بگی نه؟ میدونم عزیزم، خوبم میدونم. هر بلایی هم سرمون اومده باعث و بانیش خودشه. خدا میدونه چند سال واسمون میبرن. اصلا زندان میریم یا جریمه پولی میشیم معلوم نیست. ما شکایتمون رو پس میگیریم. نمیافتی زندان، نگران نباش. البته برای اینکه دست و پامو بستی بدم نمیاد یه چند روز آب خنک بخوری. مرتی که حالا دست و پاشم بستی. آروم باش. اونجوری که فکر میکنی نیست. داداش من شب فرار کردم، واسه همون منو بس چیز مهمی نیست. داداش فاتح اینجوری که نمیشه، هرچی میگم سری هارت و پورت میکنی. قرارمون چی بود؟ نگفتی به زبون خوش بشینیم حرف بزنیم؟ آره گفتم به زبون خوش. تو عمرم اولین بار یه دختر میدوزم، چه بدونم چی کار کنم. من از این بحث خیلی خسته شدم، تمومش کنیم؟ بس دیگه، این خاک تو سر گوشیمو انداخت بیرون. تو این چند روزه نه تلویزیون دارم نه اینترنت. حوصله‌ام سر رفته. آهنگ نداریم؟ ما گوشی تو پیدا کردیم، خودمونم شارژمون تموم شده نداریم. باشه این خاک تو سر براتون آهنگ میذاره. بذار. Koydum sevinçlerimi önüme, baktım hepsi sen misin? Yazdım şiirlerin her gecesi, üzüldüm tüm filmler. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey sensin. Koydum sevinçlerimi
Baktım hepsi sensin. Yazdım şiirlerin her hecesi, üzüldüğüm tüm filmler, yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey. Vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey sensin. شالیتون با روغن گیاهی در طعم‌های مختلف. شالیتون طعم واقعی تون. طعم بی‌نظیر، خاص و متفاوت مرغ گریل شده زغالی در سالاد سزار مریس. سفارش از طریق اپلیکیشن مریس. رویای خود را با ما دکور کنید. روکاسرام. هی تو دیگه کی هستی؟ چه خبرتونه؟ کی در میزنه؟ بابا یا خدا. باشه آروم باش. آروم باش. دایی اومدم. آروم باشی. خیلی خوب. هی بابا شما اینجا چی کار میکنین؟ اما عثمان عاقد اینجا چی کار میکنه؟ گفتی عاقد؟ ببین عروس گلم، تو دیگه امانتی پیش خودم باشه. ناموس تو ناموس منم هست. ببین عاقد آوردیم، سیغتون میکنه، تموم میشه میره. چی؟ مامان تو رو خدا یه چیزی به این دایی بگو بسه. پسرم چی کار میشه کرد؟ تصمیم خودشو گرفته. بدون محرمیت نمیشه. شما زده به سرتون؟ من عقد مقد نمی کنم. شوکت خان دختر نخود خطبه رو نمیخونم. تا کاری نباشه حاجی عثمان، دیگه عروس همیشه ناز داره دیگه. بابا شوکت چی کار میکنی؟ هنوز همدیگه رو نمیشناسن، چه محرمیتی؟ ازدواج امر خیره. ازدواج کنن آشنا میشن، از همدیگه خوششون هم میاد. نمیشه، ما عقد رسمی میخوایم. نمیشه. باشه اینم قبول، عقد رسمی هم میکنیم. من از عروسی خوشم میاد، همه جور پشت جوونام هستم، خیالت راحت باشه. داداش چه عقدی بابا؟ این چه حرفیه میزنی؟ بابا ببین یکم منطقی فکر کن. نمیشه بابا، اینجوری یهویی که نمیشه. جوونا هنوز همدیگه رو نمیشناسن. پس منطقی فکر کنم. وقتی که یهو رفتین آمریکا منطقی فکر کردی؟
این دوتا رو سیغه میکنیم. تمام؟ میرم هم نمیسارم که اینطور باشه. پس اول از من شروع کن. دایی ببین آروم باش، من 5 دقیقه حرف میزنم. آره چون خودت. دوبله شده در استودیو جشن. یه لحظه بیا اینجا. دستتو بندازش پایین. بندازش دیگه. دایی شما آروم باشی ها. خب بیا زود باش. فعلا من قهوه بذارم؟ نمیخوام. چای دم کنم؟ نمیخوام. اول دو شکر جمع کن. بیا کمک. جمع کن. میگم بیا کمک. گردن کلفتی میکنم. مگه قرارمون این بود اورهان؟ ببین سلیم، تو متوجه نیستی، چاره‌ای غیر از این صیغه نداریم. نشنیدی آقا چی گفت راضی نباشه خطبه رو نمیخونم. تو چی کار به اون داری؟ اون دایی ما خوب نمیشناسه، من اونو میشناسم. لازم باشه خودش خطبه رو میخونه. این مرده دیگه چه جور شرخریه بابا، نمیخوام. سلیم ببین، به خاطر سلامت خانواده‌مون، به خاطر آرامش داداش تو زینب، به خاطر آینده من خواهش میکنم سلیم اینقدر بزرگش نکن. 3 بار طلاق میگیریم تموم میشه میره باشه؟ چی گفتی؟ آره دیگه، طلاق میگیریم تموم میشه میره، همین جدا میشیم تمام. به همین راحتی؟ آره به همین راحتی. قبول کن سلیم. یادگار اخماتو واکن. کاش اون خدا بیامرزم بود این روزا رو میدید خان داداشم. به اذن خدا و سنت پیامبر در برابر حاضران مجلس با مهریه 100 گرم طلا اورهان پسر حسین رو به همسری میپذیری دخترم؟ بله. میپذیری؟ بله. میپذیری؟ بله دیگه. اورهان پسر حسین، سلین دختر فهمی و به همسری میپذیری؟ بله. میپذیری؟ بله. میپذیری؟ گفتم بله. منم در حضور خداوند با اجازه شاهدان شما رو عقد میکنم. عاقبت به خیر بشین و به پای هم پیر بشین. آمین. حاجی صبر کن ببینم، شما عقد کردین؟ نه. حاجی وضعیت اینا مشکوکه. این دوتا هم عقد کنیم بعد دعاشو همه با هم میخونیم. باشه موردی نیست. بابا لازم نیست، ما عقد کردیم. هم محرمیت هم داریم یو اس. آره آمریکا. باشه تجدیدش میکنیم. بیاین بشینید. بشین. فاتح یه چیزی بگو. یه چیزی بگو بابا. به نام خدای بزرگ. اسم پدر داماد چیه؟ فهمی. زینب دختر شوکت، فاتح پسر فهمی و به همسری میپذیری؟ بله. میپذیری؟ بله. میپذیری؟ بله. فاتح پسر فهمی، زینب دختر شوکت و به همسری میپذیری؟ بله. میپذیری؟ بله. میپذیری؟ بله. من هم در حضور خداوند شما رو به عقد هم در میارم. شما که فرزندان خوبی برای پدر و مادرتون بودید، امیدوارم که پدر و مادر خوبی هم برای فرزندانتون باشید. من در این لحظه شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. با هم مهربان باشید و از زندگی لذت ببرید. آرزو میکنم تا آخرین لحظه عمرتون به هم وفادار باشید. آمین. اینهاش اینجان. هیچ کس از جاش تکون نخوره. سلیم دخترم، فاتح تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ دارن عقد میکنن. دیر کردی مقدس خانم. هم پسرت هم دخترت یکم قبل عقد شدن خانم. اونا دیگه با هم محرم شدن. اورهان دست مادرزن تو ماچ کن. با اجازتون مامان. این چرا قش کرد؟ اینم کلکه. دوبله شده در این سری جدی قش کرد.
بچه بیایم بریم. زینب تو هم، فاتح تو هم بیا بریم. مامان چی کار میکنی؟ من بچه‌ام. پسرم بیشتر از این با اینا طرف صحبت نشیم. بریم. اینجا نمیتونین برین. عروس و دومادم هم همینجا میمونن. عمو شوکت، مامان یکم آروم باشین دیگه. بابا جون، 2 تا آدم عاقل و بالغین، اینجوری نکنین بسه. مگه از روی نشه من رد شی بتونی بچه هامو بگیری شوکت خان؟ خود دانی آخرش که عروسم ازت میگیرم. اینجا کردی بگیری. مامان زشته، چی میگی؟ میبینی فاتح؟ پیش این آدما دارم شأن خودمو زیر سوال میبرم. پسرم تو رو خدا تا بیشتر از این بی کلاس نشدی منو ببر خونه. بابا مامان من زینبو ول نمیکنم، نمیشه. روی آیندگی روشن چشاتو بستی و شب شد، هوامو با خودت بردی، نفسام نامرتب شد. قرار بود آخری باشی، کسی جاتو نمیگیره. مدارا کن با اونی که جلو را تو نمیگیره. غروب جای خودش اما طلوع هم بی تو دلگیره. روشونه های کی خوابی، ببین فکرم کجا میره. برام چی مونده جز حسرت که موهاتو کی میبافه. قرارم با خودم هر شب همین قهوه، همین کافه. پرت چیزی نیست تا درگیر این احساسم. باید کاری کنم امشب، تو رو دیگه نمیشناسم. منو تنهایی یا کافه، 2 تا فنجون اسپرسو، یک سلفی تاریک، ولی این بار بدون تو، این بار بدون تو. غروب جای خودش اما طلوع هم بی تو دلگیره. روشونه های کی خوابی، ببین فکرم کجا میره. برام چی مونده جز حسرت که موهاتو کی میبافه. قرارم با خودم هر شب همین قهوه، همین کافه.